چطورین بچه ها؟ سلام خوبی؟ تقریبا ما امروز که هوا خیلی گرم بود ما هر روز سعی میکنیم که پیاده رویمون رو داشته باشیم. تقریبا بین 6000 تا 8000 یا موقع هم 10,000 قدم رو بریم. بعد امروز وایسادیم یکم دیرتر شد چون خیلی گرم بود. البته بیرون اینا بودیم ولی نمیتونستیم بیرون قدم بزنیم. بعد اینجا خیلی خوشگله، میبینید دریاچه رو. این مسیری که ما داریم میریم اینجا هم اومدیم. یکم میگم یواش یواش دیگه تو روتین بذاریم فعالیتمون رو بیشتر کنیم. حالا هم وزنمون بیاد پایین. راجع به خودم بگم روبین زیاد وزنش بالا نیست، فقط فرم داشته باشه، ولی من وزنم بالاست. توپلی از همه جا میزنه بیرون، از انگشته دستم از یکی دوتا از انگشترم دستم نمیره تا انگشته پام، نه از اینجا چاق میشم تا پایین. لاغرشم همینجور به تناسب لاغر میشم. بعد بس ببینیم میذارم باید تغذیه مرتب کنم. تقریبا باش درگیرم ولی سخته دیگه، عادت های قدیمی رو ترک کردم. یا راست میگه. من توی این مدت اصلا این ناخن مصنوعی اینا، خب این موقع مهمونی میرفتم حتی واسه عروسی من ناخن مصنوعی گذاشتم، اینا که میچسبونیم، ولی تا حالا مثلا ناخن مصنوعی نکاشتم. البته فردام نمیخوام بکارم، میخوام از این ژل لاکا بزنم. ناخنم همیشه همین طبیعی بود و لاک میزدم. برم ببینم چجوریه. حالا اونجا هم واسهتون لاک میگیرم. اومدیم سر این چیز تیغی رو دیدیم. نگاش کن. چطورین بچه ها؟ خوبین؟ اومدیم نشستیم وسط میدون توی سنتروم ایتوبه. دم خونه هم ببینیم جلدک زدم ساده. بعد حالا نکرده بودم این کار رو ولی خوشگل شده. خودم خوش آمد. بوده ببینیم تا چند وقت میتونم باش برم جلو. بعد هوا هم گرم، عالیه عالی. تابستون اومد تو بلند بالاخره. سلام، صبح بخیر. از یه صبح تابستونی ببینین 6 صبح هنوز ماه رو آسمونه، یکم هم مه. به به، اینا رو همین الان 10 دقیقه نیست گذاشتم بیان ببین اون یکی رفته زمین بغلی. صبح بخیر دیوی. حالا بیا بعد تو خونه بیای بعد 3 ساعت تمیزت کنم. نگاش کن بچه فضول. اینجا رو ببینیم چون روی این کانال آب و مه گرفته چه خوشگله. این دوتا رو رها میکنم کارهای مگسیشون رو بکنم. خودم برم یه چایی قهوه درست کنم.
سلام بچه ها، چطوری؟ امروز میخوایم بریم یه سری موزاییک ببینیم واسه حیاط خونه. حالا ببینیم یه مظنه بگیریم ببینیم چجوریه، چنده، چون تصمیم داریم که این موزاییک های حیاط رو عوض بکنیم، یه ذره دکور حیاط رو تغییر بدیم، بعد خوشگل ترش بکنیم. حالا فعلا داریم بریم تو مرحله قیمت ببینیم قیمتش چند در میاد، چون میخوایم موزایی فقط نیست این کار بکنیم اون کار بکنیم، بعد یه بودجه بندی بکنیم ببینیم دقیقا چقدر در میاد. حالا از اونجا هم براتون فیلم میگیرم، مثلا بهتون نشون بدم دقیق منظورم چیه. اینا رو اینا هی وسطش علف در میاد، میخوایم یه چیزی بگیریم که دیگه میذاریم دیگه علف و اینا در نیاد، قشنگ خوب بسته بشه، رنگش فرق کنه، اینجوری توسی نباشه، اینا حالت سیمانیه، اینجوری نباشه، یه ذره مثلا بهتر باشه. بعد خب وقتی بخوایم اینو عوض کنیم اینا هم باید عوض شه. بعد میای میگی خب حالا این وری هم که نمیخوره بهش اینم عوض کنی و همینجوری دستت بره تو خرج هی میره. حالا بریم ببینیم یه مزن قیمت دستمون بیاد ببینیم چجوریه. هوا هم گرمه ولی خب آفتاب نیست، یه جورایی هم خوبه هم بده. ببینیم اومدیم اینجا همه این موزاییک هایی که حالا من میگم موزاییک، سنگ هایی که واسه بیرونه، رنگ ها و ابعاد و اون طرف ابعاد کوچیک‌تر هم داره، همینه که واسه روی دیوار با مزه سون. حالا یکی میاد کمک میکنه. این هم خوشگله، قیمتشو ببینیم. مثلا 60 در 60 میگه 44 و نیم، 90 در 90 59 و 95 که خودتون ببینید دیگه. کلی اینجا گذاشته. یه سریاش هم واسه مثلا توی حموم، اینا که واسه نمیدونم آشپزخانه، دیوارا که خیلی وارد نیستم. روبه میگه این سنگا مثلا حالا ما این انتخاب کردیم برای اینکه مثلا یه دیوار داخل خونه رو یه طرفش رو اینجوری بذاریم خوشگل میشه به نظر من. نگاه کنیم این رنگ بهتون نشون بدم. خوشگل میشه. من تو مایه‌های یکم یه صورتی کم رنگ داره، 120 تا 278 106 و نیم یورو. نمیدونم کل این همین ابعاده، بلند و بزرگ. بچه‌ها بالاخره دیروز 2 نمونه داد بهمون، گفت یه چند روز باشه مثلا رفلکس نور و اینا رو ببینید. حالا این رنگاشو خودمون انتخاب کردیم، یه دونه روشن برداشتیم، یه دونه تو مایه‌های بژ. من فکر کنم این بهتره. حالا اگه یه درجه هم تیره تر از این باشه باز بد نمیشه. ببین کف زمین ما از این بلوک های سیمانیه. بعد حالا قدرتی خدا امروز آفتابم نیست که بزنم ببینم چجوری میشه. قطعا این سفیده رو نمیخوایم، این روشن رو. این ولی من حالا دارم فکر میکنم مثلا 1-2 درجه هم اونجا ندیدم که اونم بردارم، مثلا 4-5 درجه از این تیره تر بود. تیره تر بشه، پر رنگ تر باشه بهتره. حالا بذار آفتاب بیاد ببینیم، میاد امروز آفتاب، بعد مقایسم بهتر میشه.
چون نمیخوام مثلا میشینی تو حیا یه تایم اینجوری تو چشت بزنه، چون مساحت زیاده دیگه تقریبا. اما این موکت سبزه رو، چمن سبز مصنوعیه رو نگه میداریم، فقط اطرافش رو مثلا ببینید اینجوری در میاد دیگه. ماشاءالله این علفای هم این مثلا از یه 10 سان من میگم ببره دور تا دور کوچیک کنه و خب یه ذره فضا چمن مصنوعیمون کوچیک‌تر میشه، ولی خب بقیه‌اش رو نگه میداریم چون خیلی جنسش خوبه. مثلا اینه یکم در اومده دیگه، ارزش تمیز کردن و اینا نداره. کنم بیشتر از 10-15 سانت اینجا باید بره. ما نگاه میکنیم دیگه، اون کسی که باید بیاد این کارا رو بکنه نظرشو میده. حالا ببینیم به کجا میرسیم. چی شده ماما؟ خوشحالی؟ وقتمو بندازم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ سلام بچه خوبی؟ نه رو ببین، من اومدم توی نیمکت بلند، حالت نیمکت گذاشتن کنار یه درخت رو وایسادم. ولی وقت دندون پزشکی داشتیم برای چکاپ دندون، بعد من می‌دونستم اطراف اینجا یه جای خوشگله، چون این جایی بودش که قبلا خونه داشتیم، یه حیات وحش که جای حیوانای اهلی گذاشتن و یه جایی هم هست که مثلا بچه‌ها رو اگه بخوام بیارن واسه این ورکشاپ‌های یه روزه یا 2 روزه، اینجا یکی از جاهاست. بعد این آهوهای خوشگل کشن اینجا، نه الان اینجا خوابیدن، هوا گرمه. اینا رو ببین تا من اومدم. بوزای فضول. سلام فضول. سلام. آخ اینو ببین، شوخیشو ببین خدا. یا عالمم اون گوسفند رو، بعد گاوو ببین، گاوه چه بامزه است. بذار ببینم زومش کنم. پارچه نکشیدن ها، همون رنگی. اسب این رو چرایه چیزی روش کشیدن، محافظت بشه از پشه ها. خلط هم هست. آخ اینا چیه؟ لاماه؟ نه لامه نیست. ببین weet je wat dat dier is, die twee? Die twee. لاما نیست. این چه خوشگله. بیشتر اون دوتا رو ننوشته. بی ببینمت. حالا که لاما باشه که توف میکنه بهمون. Er zijn dwerggeiten. Zo mannetjes, vrouwtjes hebben horentjes. میگه بوزاش. نمیدونم چرا بوزیه. Mannetje heeft een bokje en een vrouwtje heeft میگه allebei heeft de horentje. Ja. میگه این بوزاست که مؤنث مذکرش هر دوتاشون شاخ دارن. Ja, goed klimmen. خیلی هم میتونم مثلا کوهنوردای خوبی هم. اومد. خوشم میاد این بوزا فضولن. او گوشش میخواره. شوخی چرا کج شده؟ داره میخوره. یکیه داره میخوره. Ganzen die hier zijn, vind ik leuk als het regent. En heel goed bewaken alles. Heel veel herrie kunnen maken. Wat maken? Heel veel herrie, heel veel geluid maken. De ganzen. En ze hebben geen tanden. Ze hebben met die bekje is lekker een zaag. Een zaag.
واسه بچه ها خب اینجا میارن واسه اردو. ببین اردو میارن معمولا. بعد یادم افتاد کلمش مثلا اینا رو مینویسن دیگه خیلی سر و صدا میکنن و حتی یه سری دندون هم دارن که یه ذره حالت شیب داره اگه اینجور که من فهمیدم. چند دیگه خب مرغ و خروسه رو چی هم داره رسمی. دلم میخواد مرغ و خروس داشته باشم. سنم رفت بالاتر میرم یه مزرعه کوچولو میگیرم. همه اینا دیگه هم دارم. Hier heb ik zwart neusschapen, een zwarte neusje hebben ze. En de vrouwtjes hebben een zwarte ronde vlekje op de kontje. 2 keer per jaar moeten ze scheren, 7 schapenras. En mannetjes en vrouwtjes hebben allebei horentjes, mannetjes en vrouwtjes. En ze hebben 4 stomachs. آها میگه 4 تا معده دارن، 2 بار در سال پشمشو میزنن. بعد مردا که شاخ دارن یعنی نراشون ماده هاشون باسنشون گرده. چه بامزه. قشنگ توضیح داده. سلیفا Ja. اینم محیط اینجاست که آرزو میذارن. اینجا اون پشت اتاق و اینا دارن. Yeah. خب بریم. خیلی باحال بود. قبلا که اینجا بودیم من انقدر می اومدم اینجا. برای بچه های اینستاگرام هم کلی استوری گرفتم. یعنی الان اینو واسه یوتیوب گرفتم. فعلا ما بریم چکاپ دندون پزشکی. بای. تو ایتابه چقدر غذا. چای بگیریم قهوه بگیریم عالیه ها. یعنی یه دل سیر غذا بخوریم. همه خالی. شوید باقالی با گوشت بوقلمون سفارش دادم چون ماهیچه زود تموم شده بود تا من بیام. مامانم هم کباب با زرش بالا. عالی.